یه سوال داشتم. بفرم. دختر خانومتون که مثل دسته گل میمونه رو به یه پرورش دهنده ماهی میدید؟ با یه پرورش دهنده ماهی ازدواج میکنید؟ من ماهی رو دوست ندارم، به خاطر همین فکر کنم ماهی صاحب پرورش ماهی چی؟ چرا که نه، اگر البته درآمد خوب داشته باشه. صاحب پرورش ماهی هم فکر کنم بوی ماهی بده. اگه منظورتون شغلشونه که شغلش مشکلی نداره. بله، اگر درست کار کنن درآمدشون فوق العاده خوبه. مشکل نداره. باید راجبش فکر کنم. تیپ و قیافه و اونم چرا دیگه، تا یه حدی باید قابل قبول باشه دیگه. اخلاق مهمه. یه شوهر دیگه باید قیافه باید درست باشه. 10 میلیارد هم ماهی داشته باشه چی؟ عالی. 17 فکر کنم ملاک پول نیست خیلی. به پولمو میدم ماهیا بخورن، خودم هم سوار پراید میشم. نه چه اشکالی. بازم دیدی؟ صداقت مهمه. نه خب در آینده ثمره‌شو می‌بینید دیگه. فکراتونو بکنید. من پیجتون رو تک میکنم. پیج آموزش پرورش ماهی دارم، به بچه‌هایی که میخوان پرورش ماهی یاد بگیرن آموزش میدن. موفق باشید. نگهدار. زنده باشید.